نگاه کن آرکان یه بار دیگه نگاه کن همینجا هم نگاه کن. اینجوری باید تمرین کنی. همیشه دست راسته باید حس کنی یه سیبی رو گرفتی. آره. حالا تکی سیب گنده هم کوچولو باشه. اندازه دست خود. آره. دست شستت هم همیشه باید این فاصله رو داشته باشه. ببین. آره. شستت اینجا نباشه. شستت فاصله. اینا همینجوری اووردی اینجا یکم کج می‌کنی. آره. حالا ببین این انگشت شست من که اسمش انگشت پی بود. سیم 6. آره سیم 6. آره انگشت آی من سیم 3، انگشت ام من زیر سیم 2 رفت و انگشت آی من زیر سیم 1 رفت. آره. پس من اگه اینجوری صاف اینا درست بگیرم اینجا میاد میشینه. حالا تمرین من چی بود؟ باید بدونم که ضربه‌ای که من با انگشت شستم میزنم ضربه من نباید اینجوری بیاد. باید اینجوری بیاد. آره. اینجوری. با یه دایره. فهمیدی؟ خب حالا انگشت آی من که این زیره باید اینجوری بزنه نه باید اینجوری بزنه. نگاه کن از همین جایی که هست فقط این انگشت اینجوری خم میشه. ببین درست خم شده هم میکنه دیگه. چون اینجوری میکنه هم به همین سادگی همون دیگه. فقط حواست باشه که این فرم شسته به چرخه هم شسته. آره این فرمش فقط حفظ کنه. یه وقتی داره ساز میزنه این فرمش حفظ بشه.